و باز هم یه شاهکار دیگه از میکاپ های کره‌ای. سلام چطورید؟ به پیج من خوش اومدید. بریم با هم دیگه این ترفندی که این آقا داره برای جذاب نشون داده تر شدن چشماش انجام میده رو تست بکنیم و ببینیم روی چشمای ما هم جواب میده یا نه. اینجوری که داره نشون میده این یه ترفندیه که هم برای خانومای هم برای آقایونه، برای اینکه چشماتون رو گیراتر و جذابتر نشون بدید و تنها چیزی که لازم دارین یه دونه مداد چشم روونه. طبق چیزی که توی ویدیو نشون داد میایم و زیر چشممون رو سیاه میکنیم. خیلی زیاد سیاه نکنید چون میخوایم با انگشت بکشیم و همون مقداری که سیاه کردیم و پخشش کنیم. در عین ناباوری باز دوباره من از یه ترفند شوکه شدم. واقعا فکر نمی‌کردم انقدر خوب جواب بده، انقدر خوشگل و تر و تمیز زیر چشمم این مداد پخش شد که حتما بهتون توصیه میکنم هر وقت خواستید یه رنگ و لعاب کوچولو به چشمتون بدید و یه ذره گیراترش بکنید از این ترفند استفاده کنید. به آقایونم توصیه میکنم امتحانش بکنن.